یک عربی ابو فلانی ابو فلانی ابو فلانی در این سنگر، در او سنگر، در این سنگر، در او سنگر گرفتار میکنم خدمت شما، اعترافاتش میشنم. چی میکنن در سرزمین ما ای بیگانه ها؟ آمدن میگن برای اسلام جهاد میکنن. من برای شما میگم که قدر دور چرا آمدن؟ جهاد فلسطین علیه اسرائیل جریان دارد و او قیام علیه اسرائیل اعلان نموده است. بیت المقدس در تحت اشغال اسرائیل است و او را کعبه ساخته است. این عرب ها چرا نزدیک امونج جهاد را انجام نمیدن که بیت المقدس را آزاد بسازن که مسلمان ها برن سجده بکنن؟ که قدر راه دور طی کردن با پاکستان خود میرسن از اونجا غیر قانونی وارد افغانستان میشه و در اینجا با خود پول میارن و در میان مردم ما تقسیم میکنن که برادر بکش، که فرزند بکش، که اولاد بکش، که زن را و بیوه بساز، که یتیم را بگذار اشکش بیاید، خانه را ویران کو، وطن را از بین ببر. این راکت از سکر 20 است و سکر 30 است و سکر 40 است در خدمتت قرار دارد. این توپ های